یکی از پیشگامان هوش مصنوعی اخیراً گفت محتمل است در مسیر تکامل هوش انسان چیزی جز لحظه‌ای گذرا نباشد. از این جمله چه احساسی خواهید داشت؟ آیا احساس ترس در شما ایجاد میشه؟ و سوال دیگه این که چرا از هوش مصنوعی اخیراً صحبت زیادی شده؟ استیو هاپکین قبل از مرگش نگران این بود که هوش مصنوعی ممکنه باعث نابودی بشر بشه و حرفش این بود که هوش مصنوعی شاید در آینده بدون دخالت بشر خودش به تکامل برسه و از اونجایی که انسان‌ها در مسیر تکامل به حد خود رسیدن، ولی برای هوش مصنوعی هنوز راه‌های زیادی هست و احتمالاً بتونه با بشر رقابت کنه. و ایلان ماسک این حالت رو برای هوش مصنوعی بسیار خطرناک میدونه و اون رو از بمب اتم نیز خطرناکتر فرض کرده. جالبه بدونید ایلان ماسک خودش از پیشروترین افراد جهان جهت اجرای پروژه هوش مصنوعی است. علت خطرناک بودن هوش مصنوعی از نظر او اینه که ممکنه باعث سوء استفاده بشر بشه. با همه این توضیحات، افراد سرشناس زیادی پیشبینی‌های فراوانی در خصوص آینده هوش مصنوعی و رقابت آن با نبوغ بشریت در سالهای نزدیک انجام دادند و رسیدن آن را دور از دسترس نمی‌دونند. بر اساس ادعاها و پیشبینی‌های انجام شده، قدرت پردازش کامپیوترها در سال 2015 از مغز یک موش جلو افتاده و در سال 2023 از مغز یک انسان معمولی جلو می‌افته و در سال 2045 از مغز تمام انسان‌های روی کره زمین جلو می‌افته. به طور کلی تکامل هوش مصنوعی مدیون دو فاکتور مهمه. یک، اطلاعات که با حضور چند دهه‌ای سیستم‌های جستجوگر مانند گوگل که اطلاعات زیادی را از محیط پیرامون ما کسب نمودند به بهترین حالت خود رسیده. و دوم، رشد تکنولوژی و سیستم‌های پردازشی و GPU هایی که روز به روز در حال توسعه‌اند. همه اینها باعث کردید که پیشبینی‌های انجام شده در خصوص هوش مصنوعی از افسانه به واقعیت تبدیل بشه و این رشد از هوش مصنوعی دو حالت برای زندگی بشر ایجاد میکنه: یا کیفیت زندگی رو به بهترین حالت ممکن میرسونه و یا بشر رو کلاً نابود میکنه. حالا سوال اینجاست که هوش مصنوعی چطور میتونه خودش باعث تکامل خودش بشه؟ به عنوان مثال این موضوع رو میتوان در ماشین‌های تسلا که توسط ایلان ماسک ساخته شده پی برد. ایلان ماسک متوجه شده که هر کدام از ماشین‌های تسلا میتوانند به میلیون‌ها ماشین مشابه خود در سراسر جهان متصل بشن و با هم تبادل اطلاعات کنند. و همین مسئله باعث میشه که مجموعه این تبادل اطلاعات یک شبکه بزرگی ایجاد کنه که حتی از مغز بشر هم بزرگتر بشه و کاریه که در حال حاضر این ماشین‌ها دارن انجام میدن. با همه این صحبت‌هایی که کردیم ما به زودی شاهد خلق شدن یک هوش مصنوعی خواهیم بود که قادر به انجام هر کار فکریه که یک انسان معمولی میتواند انجام دهد. این هوش به شبکه‌ای از سوپرکامپیوترها متصل خواهد شد. پیش بینی میشه در سالهای نه چندان دور شاهد همه‌گیر شدن وسایل نقلیه بدون حضور راننده در سراسر دنیا بشیم. روبوتاکسی‌ها وظیفه حمل و نقل انسان‌ها را به عهده می‌گیرند. در سراسر جهان شاهد به وجود آمدن ربات‌های خدماتی میشیم که تمام کارهای بشر را انجام میدن و ممکنه این ربات‌ها جایگزین مهندسان، کارگران، پزشکان، طراحان و سایر مشاغل بشن. ممکنه در آینده نه چندان دور بتوان از هوش مصنوعی جهت درمان بیماری‌های صعب العلاج مانند سرطان استفاده کرد. شاید یک هوش مصنوعی جدید ایجاد بشه که در هر چند ثانیه یک کشف جدید و یا یک نوآوری در هر رشته انجام بده و مرزهای دانش رو جابجا کنه و قادر به حل تمام مسائل پیچیده باشه. ربات‌های انسان نما با ظاهر 100% شبیه انسان بتوانند در کسری از ثانیه تمامی مهارت‌هایی که یک انسان در طول عمرش کسب نموده را به راحتی با اتصال به داده‌های اطلاعاتی و اینترنت کسب نمایند و به قدری واقعی باشه که کسی متوجه نشه آنها ربات هستند و در اصل به یک ابر انسان تبدیل شده‌اند
و حتی ممکنه انسان‌ها با این گونه ربات‌ها ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. این مواردی که نام بردیم به ظاهر نقطه طلایی است که برای هوش مصنوعی میتوان لحاظ کرد. ولی جای نگرانی اینه همونطور که در اول برنامه گفتیم نتونیم در آینده هوش مصنوعی رو مدیریت کنیم و ممکن از دستمون در بره و خیلی از افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن دوست دارن سرعت پیشرفتش کم بشه و نقطه بحرانی این مسئله جاییه که هوش مصنوعی مستقل بشه و خودش بتونه با یادگیری مسائل جدید به تکامل برسه. با این حال همه چیز رو به آینده واگذار میکنیم تا ببینیم پیشبینی‌های ایلان ماسک درست از آب در میاد یا نه. آیا سلاحی خطرناکتر از بمب اتم که نتوان آن را کنترل کرد قرار ایجاد بشه و فرزندان ما قربانی هوش مصنوعی خواهند بود؟ البته اگر نسل‌های بعدی ما خود از ربات‌ها زاده نشده باشند.